با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز، خوشحالیم که در کنار شما هستیم. امروز میخوام در رابطه با بیمه درمان تکمیلی مبحث فرانشیز صحبت کنم. فرانشیز در صنعت بیمه به اون قسمتی از خسارت که به عهده بیمه گذار هست میگن فرانشیز. یعنی چه؟ یعنی که شما ماشینتون میرید شرکت بیمه میکنه، بیمه بدنه مثلا خریدید، بیمه میگه اگر خسارت خوردی این بیمه نامه تو 10% فرانشیز داره و از اون خسارت من 10% رو نمیدم، به عهده خودته تا سعی کنید جلوی خسارت رو بگیرید و صرفه‌جویی ایجاد کنید، برای بیمه هزینه اضافی ایجاد نکنید. در بیمه درمان تکمیلی هم ما فرانشیز داریم. فرانشیز در بیمه درمان معناش مقداری تفاوت داره با بیمه های دیگه. میگه اگر شما هزینه ای آوردید و از سهم بیمه‌گر اولت استفاده نکرده بودی، فرانشیز اعمال میشه. در غیر این صورت برای مواردی که شما به مرکزی مراجعه کردی و هزینه کردی و از بیمه‌گر اول استفاده کردید، دیگه فرانشیز وجود نداره. عزیزان، در مورد فرانشیز قرارداداتون نگران نباشید. فقط هدف اینه که به مکان‌های مراجعه کنید، چه آزمایشگاه، چه سونوگرافی، حتی بیمارستان، که حتما با بیمه‌گر اول شما قرارداد داشته باشن، مثل بیمه تامین اجتماعی، و سهم اون رو اول استفاده کرده باشید و مازادش رو بیاد از بیمه‌گر تکمیلیتون استفاده کنید و اون درصد فرانشیز دیگه اعمال نشه. ممنونم، مرسی، خیلی لطف کردید. خدا نگهدارتون.